دوچرخه آقا آرشام و ببینید که چقدر کوله و وسایل سنگ که میاد کار میکنه ها. و این چیه آرشام؟ ستار میزنه. ستاره عشقی میزنه برای خودمون، یه چیزایی یاد گرفتیم فعلا. ستار کلاس هنوز نرم. ایوه بوغش هم که دارید؟ این هم هست. این عشقه دیگه 3 تا بوق داره. این چیزا خیلی باحاله. عروسک زیاد روش بودا دیگه. چرا اینو دوست داری؟ چیز خاصی جنبه خاصی داره؟ اینم اردک دیگه. بچگی ها یادمون میاره. یعنی عروسک دوران بچگیته؟ نه خریدم همینجا خریدی. چیزی هست که خاص باشه، یه چیز یادآوری، یه چیز خاصی بکنه برات؟ خاص اینا دست سنتی ان، مال هرمزن. چون خودت هم مال جزیره خارک بودی. آره. عروسک داشت تو مسیر دیلمان، به 2 تا بانو کوچولو هدیه دادمشون، خوششون اومد ازش. ای جان. عروسه که پت بودن، یه زوج بانو و مهربان بودن، با هم بودن، رو به چرخه بودن اینا دیگه. سنگات هم که برای فروش اینه ها؟ آره سنگا رو اگه بخوام در بیارم باید خیلی پهن کنم. آره خیلی مستندش یه وقت دیگه ایشالله. ایشالله. حالا اصلا حالا بازم میبینمت حتما. حتما که آره. به خیلی خوشحال شدم. ما بیشتر موفق و پیروز باشی عزیز دل. شاکرتم. سلامت باشی. قربانم. انرژی گرفتیم. به آره اون شب هم میریم اینجا بالا آبشار کمپ میکنیم. اینم چادرت هم که این که کوله پشتی خالیه، چادر هست، کیسه خواب هست. به چادر دوچرخی هم که داره. بسیار. آره دیگه. خیلی خوشحال شدم. قربانت عزیز دلی. ماسوله. خدا نگهدار.